سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این روزا خیلی مراقب خودتون باشید. امروز قراره با هم دیگه بریم یه سری وی پی ان و فیلتر شکنی که گفته بودید رو بررسی بکنیم با هم دیگه. خب خیلی ها براشون مشکل پیش میاد که مثلا یه وی پی ان رو میگیرن، یه مدت ازش استفاده میکنن، حالا یا از دسترس خارج میشه یا کار نمیکنه دوباره، حالا چند وقت بعد شاید درست بشه شاید درست نشه و خیلی مشکل دارن سر فیلترینگ و به خاطر اینکه باید از وی پی ان استفاده بکنن. امروز میخوایم بریم چند تا وی پی ان خوب با هم دیگه بررسی بکنیم. اسماشون رو شنیدید حتما، ولی بریم با هم دیگه یه بار دیگه راههای دانلود کردنشو بگیم. یه سورپرایز خفن داریم توی این ویدیو. قراره یه سری وی پی ان مخصوص مرورگرها رو بهتون معرفی بکنم، یعنی یه سری وی پی ان هایی که به صورت پلاگین میتونید روی کروم یا موزیلا ازش استفاده بکنید. بریم ادامه ویدیو رو دیگه چیکار کنیم دیگه، بریم سریع سراغ ویدیو. وایسید قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. برید از توی پلیلیست هایی که دوست دارید ویدیوهای مورد علاقتون رو نگاه بکنید. دمتون گرم. حالا بریم. یو خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من محمودم و اینجا سایبرپد. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، اصلا خیلی حالا اسم فیلتر شکن و وی پی ان رو شنیدیم، ولی اصلا ببینیم وی پی ان ها چی هستن. وی پی ان خود کلمه مخفف وایرال پرایوت نتورک هست، حالا به معنی یه شبکه مجازی خصوصی و شخصیه. یعنی اگه بخوام با این مثال توضیح بدیم، مثل این میمونه که شما چند تا جزیره رو کنار هم دیگه داشته باشی، ولی واسه رفت آمد توی این جزیره ها باید از جت اسکی و قایق موتوری و یه وسایل همچین جور یعنی یه همچین وسایلی استفاده بکنی. این قایق موتوری و جت اسکی میشن همون وی پی ان های ما که به صورت خصوصی میتونن ما رو از یه سرزمین به یه سرزمین دیگه، از یه محیط به یه محیط دیگه ببرن. وی پی ان ها خب ما به خاطر اینکه خیلی توی کشورمون فیلترینگ زیاد داریم، از جمله همین یوتیوب، خیلی ها از وی پی ان استفاده میکنن و همه عموما وی پی ان ها رو گوشیشون دارن، چه حالا واسه مسنجر ها مثل تلگرام و اینا از وی پی ان استفاده میکنن، چه مثل همین یوتیوب، چه واسه مقالات علمی که میرن تو سایت های علمی نگاه میکنن. خیلی ها از وی پی ان استفاده میکنن و این مشکلات وی پی ان خیلی زیاده. امروز قراره گفتم که یه وی پی ان مخصوص مرورگرها با هم دیگه داشته باشیم که به صورت پلاگین مانند هست. خیلی کاربرد خوبی داره، اگر نداشتید تا حالا حتما ازش استفاده بکنید. یه ویدیو هم مخصوص وی پی ان های گوشی داریم که کلا جداست، قراره بعد از این ویدیو آپلود بشه، حتما اونم ببینید. بریم سراغ ویدیو، دونه دونه این وی پی ان ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، بهتون بگم چقدر وی پی ان خوب داریم، از کجا باید دانلود بکنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب گلای تو خونه، بریم سراغ وی پی ان ها. اولین چیزی که قرار با هم دیگه بررسی بکنیم همون سورپرایزمونه که گفتم یه سری وی پی ان ها هست که ما میتونیم مخصوص مرورگرهامون از اونها استفاده بکنیم و خب خیلی تعدادشون بیشتره، عموما رایگان هستن و خیلی دسترسی راحت‌تری میتونیم داشته باشیم به اونها. حالا دسترسی‌هاشون چجوریه؟ ما فقط کافیه که از هر مرورگری که استفاده میکنیم، که من الان دارم از کروم استفاده میکنم، بیایم سرچ بکنیم VPN for Chrome، یا اگر از موزیلا استفاده میکنیم VPN for موزیلا. خب ما الان اینجا VPN for Chrome رو میزنیم و میبینید آپشن هایی که اینجا برای ما میاره رو برای اندروید داره، یعنی کروم هایی که روی اندروید ها هست، برای پی سی هست، برای iOS هست. ولی خب من اینجا براوزر رو میزنم که کل VPN هایی که واسه کروم هست رو واسمون بیاره بالا. خب همینجوری که میبینید الان یک عالمه VPN فری داریم اینجا که میتونیم از اونها به صورت پلاگین و افزونه استفاده بکنیم. خب من برای مثلا حالا این دومی رو انتخاب میکنم، چون یه سری VPN هم از قبل داشتم اینجا، میخوام یه نمونه جدید رو با هم دیگه بررسی بکنیم. همونجوری که میبینید اینجا مثلا ZenMate Free VPN هست، اینجا که گزینه‌ای که واسمون آورده اینه که برای اندروید هم در دسترس هست، میتونیم اپش هم دانلود بکنیم. نمره‌اش رو واسمون آورده، تعداد یوزرها هست، اینجا اوورویو هست، حالا اطلاعات بیشتر VPN رو برامون آورده. توی این قسمت پایینم یه عالمه VPN دیگر رو بهمون پیشنهاد داده که میتونیم از اونها استفاده بکنیم، که خب اینجا نمره هاش هست، میتونیم بررسی بکنیم. مثلا حالا هات اسپات هست که من هات اسپات رو
اینجا روی سیستم هم دارم، هات اسپات و سایفون رو هم قراره در ادامه با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم چه محدودیت ها و یا چه آپشن هایی رو داره. خب برای مثال حالا من این VPN رو انتخاب میکنم و گزینه اد تو کروم رو میزنم. اینجا واسه من میخواد که دسترسی های لازم رو بهش بدیم، من میگم که باشه اد تو اکستنشن بکنه برامون و الان داره پندینگ هست و داره آماده میشه واسه اضافه شدن به مرورگر. خب الان این VPN اضافه شد، همونجوری که میبینید دیگه حالا این گزینه ریموو اومده اینجا، یعنی اگه خواستیم میتونیم حذفش بکنیم و اینم که حالا وبسایت خود زنمیت هست که داره واسمون باز میکنه تا اطلاعات بیشتر بده. خب حالا این به جز این VPN های پایینم که گفتم هر کدوم دوست دارید میتونید استفاده بکنید و ببینید چقدر VPN جدید و کاربردی داریم. خب حالا بریم ببینیم این VPNی که اضافه شده رو باید از کجا پیدا بکنیم. توی این قسمت میایم روی گزینه مور تول و اکستنشن ها رو باز میکنیم. همونجوری که میبینید حالا پلاگین هایی هست که روی براوزر کروم من هست، میتونیم اینجا ببینیم همه رو. من دوتا VPN قدیمی هم دارم اینجا، هاکس هست و یه VPN دیگه که الان زنمیت هم اینجا بهش اضافه شده. کافیه که چک بکنیم که این تیک خورده باشه و آبی شده باشه که دسترسی داشته باشیم ما توش اکستنشن ها. حالا این قسمت بالایی که شبیه پازل میمونه رو روش اگر کلیک بکنیم اکستنشن هایی که در دسترس هست رو برای ما نمایش میده. ما روی زنمیت که حالا جدید اضافه شده میزنیم و ببینیم که چجوری باید راه اندازی بکنیم این VPN رو. بریم تو قسمت بعدی، داره آموزش ها رو میده و اوکی کلوز رو میزنیم و الان آماده است واسه استفاده. ما روش کلیک میکنیم تا VPNمون کانکت بشه. سرورمون هم گذاشتیم روی کشور آلمان و منتظر هستیم تا VPN وصل بشه. خب حالا واسه این که تست بکنیم ببینیم VPN همون وصل شده و همونجوری که میبینید اومد، ما یوتیوب که فیلتر هست رو باز میکنیم تا تست کنیم سرعتش چجوریه و میبینید که سرعت فوق العاده خوبی داشت توی بالا آوردن وبسایت. خب اینم که من بودم اومدم بالا و همونجوری که میبینید خیلی راحت تونستیم ما یه VPN فری داشته باشیم بدون محدودیت و بتونیم روی کروم ازش استفاده بکنیم. یه آپشن خیلی خوبی که اینجور VPN ها دارن اینه که شما اگر بخواید یه وبسایت دیگه ای رو که نباید VPN ورود بهش داشته باشید رو مثلا روی موزیلاتون بیارید بالا و روی کرومتون از VPN استفاده بکنید و روی بقیه مرورگرهاتون اونو نداشته باشید. حالا مخصوصا حالا سایت های اداری دولتی هستن، سایت های دانشگاهی و یا بچه‌هایی که واسه مدرسه توی وبسایت های مختلف میرن نباید از VPN استفاده کنید. میتونید شما اون رو مثلا با این موزیلا سرچ بکنید و ازش استفاده بکنید و جایی رو که قرار باشه با VPN بیاید روی مرورگر کرومتون استفاده بکنید. خب این اولین VPNی بود که مخصوص مرورگر معرفی کردیم. یه سری VPN های دیگه هم هستن تو همین سبک میتونید استفاده بکنید ازش. دیگه بریم سراغ VPN های اصلی که ما میتونیم روی ویندوز ازش استفاده کنیم، اونا رو هم با هم دیگه یه نگاهی بندازیم. همونجوری که گفتم دو تا VPN دیگه داریم ما، هات اسپات هست و سایفون. من اول هات اسپات رو میارم بالا با هم دیگه هات اسپات هم بررسی بکنید. خب این صفحه اول هات اسپات هست. توضیحات کلی رو بخوام راجبش بدم، این که آپشن های خیلی زیادی رو این VPN در اختیارمون قرار میده. میتونید اینجا انتخاب بکنید که تو لانچر باشه، یعنی موقعی که سیستمتون بالا میاد به صورت اتوماتیک این نرم افزار استارت بشه، اتو کانکت داشته باشیم. حالا اینجا قسمت های دیگه است، تو قسمت ادوانس اینجا میتونید آپشن های دیگه‌ای که مد نظرتون هست رو انتخاب بکنید. برگردیم تو قسمت هوم. این نرم افزار و این VPN یه سری محدودیت ها داره. محدودیت ها چیه؟ من کلیک میکنم تا VPN وصل بشه. موقعی که وصل بشه اون محدودیت ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. از جمله محدودیت هایی که هات اسپات شیلد داره، حجم دیلی 500 مگابایت هست. یعنی شما توی روز حجم دانلود و آپلودتون اگر از 500 مگابایت بیشتر بشه شما نیاز دارید به اینکه پریمیوم این VPN رو خریداری بکنید و محدودیت 500 مگابایتی داره و همچنین محدودیت سرعتی داره که حالا ما به خاطر اینکه سرعت VPN همون عموما اونقدر بالا نیست به محدودیت سرعتش خیلی مشکل نداریم، ولی کسایی که آپلودهای سنگین و یا دانلودهای سنگین دارن به مشکل برمیخورن به خاطر اینکه 500 مگابایت فری بیشتر نداره.
اما همونجوری که گفتم خب آپشناش خیلی زیاده. میتونه اینجا بهمون بگه که توی 24 ساعت گذشته مثلا چقدر حجم دانلود بوده، چقدر حجم آپلود بوده، سرعتی که ازش استفاده کردیم و بگه. اینجا هم که میبینید نتورکی که وصل هست که برامون گفته نت کی هست و اینجا زمانی که کانکت شدیم رو بهمون گفته و اینم که سروری هست که بهش وصلیم. یه نکته دیگه راجع به سرور این که فوق‌العاده تعداد کشورهایی که توی این سرور هست زیاده. همینجوری که میبینید آل لوکیشنی که میتونیم ازش استفاده بکنیم 122 تا کشوره و خب این واسه کسایی که مخصوصا حالا بچه‌هایی که گیم بازی میکنن خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه شاید یه موقعی باید به سرور یه سری سرورهای خاص وصل بشن و میبینید که یک عالمه VPN توی کشورهای مختلف در دسترس ما قرار داده که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. همونجوری که گفتم آره خب این خودش یه آپشن خیلی خاص محسوب میشه، مخصوصا حالا یه سری VPN ها شاید در حد 10 تا کشور بیشتر نباشه. حالا VPN سایفون رو الان با هم دیگه باز میکنیم و میبینیم. اما یه بررسی اجمالی روی این VPN داشته باشیم اینه که محدودیت داره توی حجم آپلود و دانلود، محدودیت روی سرعت داریم، اما از آپشن هایی که میده اطلاعات تخصصی زیادی راجع به همین آپلود و دانلود بهمون میده و کشورهای متفاوتی رو میتونیم برای سرور VPN مون انتخاب بکنیم که خودش یه گزینه خیلی خوب میتونه باشه. خب بریم روی VPN سایفون رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. شاید حالا خیلی از بچه‌ها تا حالا از این VPN ها استفاده کرده بودن ولی این نکات رو بهش دقت نکرده بودن. امیدوارم که این نکات براتون مفید باشه. خب بریم روی VPN سایفون. همونجوری که می‌بینید سرعت اتصال خیلی خوبی داره و اسپانسر داره این VPN، همونجوری که حالا شاید خیلیاتون میدونید سایت رادیو فردا هست که بلافاصله بعد از اتصال اون وبسایت به صورت اتوماتیک باز میشه که الان احتمالاً روی موزیلا باز بشه برامون. با هم دیگه نگاه بکنیم این قسمت رو. همونجوری که گفتم خیلی تعداد زیادی، مثلا میبینید شاید نزدیک 20 تا کشور بیشتر اینجا نباشه ولی ما توی هات اسپات تا هولوش 120 تا کشور رو داشتیم. خب حالا اینم سایت اسپانسر چیز هست، سایفون هست که بعد از اتصال وصل میشه خودش. خیلی تعجب نکنید. توی قسمت های دیگه حالا ستینگ یه مقدار عادی تری رو داره اینجا، خیلی اطلاعات پیشرفته نیست، ولی این قسمت حالا میبینید یه حالت پریمیوم مانند داره که شما میتونید واسه سرعت بالاتر هزینه پرداخت بکنید و با سرعت بالاتر از این VPN استفاده بکنید. ولی در کل خیلی آپدیت میاد واسه VPN سایفون. اگر به روز باشید مشکلی پیش نمیاد، ولی اگر ورژنتون قدیمی تر بشه احتمال اینکه دیگه نتونید متصل بشید هست. خب اینم از VPN ها. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. ادامه ویدیو رو از دست ندید. خب اینم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کلی VPN های باحال ما هم دیگه نگاه کردیم، بررسی کردیم. حتما برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بنویسید که خیلی میتونه کمکمون بکنه. بعد اینستاگراممون هم دنبال بکنید، لینکش توی دیسکریپشن هست، مستقیم بیاد اگر سوالی دارید اونجا ازمون بپرسید. سابسکرایب که دیگه فراموش نشه دیگه، اصل کار سابسکرایبه. دوستتون دارم. خداحافظ.